سلام، من نیشا. به کار نیازت خوش اومدین. یادم وقتی کلاسیشون بودم عاشق فضا و نجوم بودم، عاشق دونستن. همون موقع بود که این دوتا کتاب رو هدیه گرفتم. اون موقع تو سایت های مختلف و فضای مجازی دنبال چیزهایی در مورد کیهان و فضا و اینا میگشتم که پدرم این کنجکاوی در من دید و این کتابا رو برام هدیه گرفت. البته اینو بگم اصلا کلا اگه خواستید مطلبی رو جمع آوری کنید، حالا تحقیق یا هر چیزی، تو سایت ها و فضای مجید نگردید، چون همشون منبع موثقی ندارن. باید قطعا بدونید منبعشون موثق هست یا نه. حالا کاری با اینا نداریم. من شروع به خوندن کتابا کردم و بوم، یه جرقه ترکید رو مغزم. شبا تا صبح بیدار میموندم تا این کتابا رو خونم. یه جایش خیلی میترسیدم، یه جایش اینجوری بودم که یه جایش با دیدن عکس حیوونا خندم میگرفت یا کلا مرمورم میشد. و اینکه این رو بگم، آخر کتاب از همه جاش ترسناکتره. چرا؟ چون به سوالای پرتکراری جواب میده. حالا نکته بامزه من و این کتابا کجاست؟ اونجایی که من با خوندن هر بخش و مطلبی میرفتم مدرسه و اونا رو به روش خودم، به روش بامزه خودم البته، برای بچه کلاسمون تعریف میکردم و این باعث شد که میونه همکلاسی آدم خفنی به نظر بیام. البته یه حس خیلی بامزه ای داشت دیگه. برای همین تو ویدیو قبلی بهتون گفتم که دونستن یک سری چیزا آدم ها رو از یه سری افراد دیگه متمایزتر میکنه، چون آگاهی احترام میاره. همین کار من باعث شد که میون همه همکلاسیام احترامی رو به دست بیارم که برای دختر نوجوان کار سختی یا غیر ممکن بود. که من هنوزه از دانستهای این دوتا کتاب برای تحقیق یا چیزهای دیگه استفاده میکنم. حتی هنوزم همون روشی که میای برای بچه یک سری از این بخش ها تعریف میکنی دارم بیشترم از این کتاب استفاده میکردم، چون خیلی بامزه تر و باحالتر و هیجان انگیزتر بود. نکتهایی که چند تا نکته هست که درباره دوتا کتاب با هم یکی اینکه چاپشون خیلی خفن و خوبه، تمیز بدون غلط املایی، عکس‌ها تصاویرش خوش‌کیفیت، رنگی، خیلی خفنه. ترجمهش فوق‌العاده است، عالی. انقدر روون و ساده داره درباره مسائل حرف میزنه که خودت هم اینجوری که چقدر خوب که میتونم اینها رو انقدر ساده مفهومش رو درک کنم. تو دوتا کتاب اینطوری هستش، هم تصاویرش هم ترجمه عالیش خیلی خفن. بریم سراغ بررسی اولین کتاب. این یکی اقیانوس‌ها و آبزیان. توی این کتاب با حیوونا و محل زندگیشون آشنا میشید و اینکه خب آخرین باری که دیدنشون کی بوده، خیلی ریز ریز دربارشون توضیح میده و حالتهای مختلف هوا که اوایلش هست. اوایل درس بیشتر درباره حالتهای هوا حرف میزنه، آخرش دیگه میره سمت اینکه حالا چه حیوانی، اقیانوس‌ها و آبزیان یعنی حیواناتی که توی دریا هستن، ولی خب انقدر که زیادن این موجودات، همش قطعا توی کتاب توی این حجمی جا نمیشه دیگه. و این خیلی باله. اصلا ممکن نیست این کتاب رو بخونی و عاشق حیوونا نشی. قبل از اینکه بریم سراغ ادامه معرفی کتاب ها، لطفا این ویدیو رو لایک کنید، دکمه سابسکرایب هم بزنید، زنگوله رو هم حتما بزنید. و این یکی کتاب فضا و نجوم. من تو این کتاب عاشق بخشایش بودم که فیلسوفا، دانشمندان یه جایی با هم موافقت یا مخالفت میگه. مثلا یه فیلسوف میومد یه نظری میداد درباره زمان، یه فیلسوف دیگه میومد با یک علم دیگه این رو اینجوری بود که نه این اتفاق نمیفته به این دلیل و به این دلیل. حالا یه فیلسوف سومی هم میومد که با یکیشون موافقت میکرد با یکیشون مخالفت میکرد. من عاشق این بخشش بودم که بیشتر صفحه‌های اوله. و تو این کتاب درباره ایرانی باستان، زبانش و اینا هم نوشته شده. نظریه مختلف دانشمندان هم کامل بررسی کرده. درباره اولین فضانوردا کیا بودن، کدوم کشور بودن، کجا رفتن، اولین ماهواره‌ای که فرستادیم چی بوده، درباره اینا خیلی کامل توضیح داده. درباره خود سیاره ها جدا جدا توضیح داده. اگه نمیدونم حالا خیلی مثلا این بالا
عنوانش رو زده و درباره خورشید خیلی طولانی چیز کرده بود تا اونجا که یادم میاد. اینجا هم درباره فضا نوردیات، اینجا هم دونه دونه درباره هر کدوم از سیاره ها و کیهان و تمام اینها توضیح داده و درباره اتفاقایی که توی سالها برای زمین افتادم حرف زده و گفته حالا به چه دلیلی و چرا، یا مثلا شاید هیچ دلیل ممکن بود نداشته باشه و این رو حتما ذکر کرده. و آخر کتابش همونجور که اول ویدیوم گفتم به سوالهای پرتکرار جواب میده که الان یکیشو براتون میخونم. اگر تعداد جهانها بیشمار است، پس آیا موجودات هوشمند دیگری وجود دارند؟ در سال 1960 ستاره‌شناس فرانک دریک معادله دریک را نوشت. این معادله تلاش می‌کند که به صورت آماری تعداد جهان‌های دارای تمدن هوشمند در کیهان را اندازه‌گیری کند. این معادل شامل متغیرهایی از قبیل آهنگ تولد ستاره‌ها در جهان، تعداد ستاره‌ای که می‌توان میزبان سیاره‌ها باشند، سیاره‌هایی که می‌توانند دارای حیات باشند و غیره است. با قرار دادن این متغیرها در این معادله پی برده شد که تعداد تمدن‌های هوشمند در کیهان به هزاران و حتی میلیون‌ها عدد می‌رسد. سوال بعدی که پس از یافتن این عدد به وجود می‌آید این است که آیا راهی برای برقراری ارتباط با این تمدن‌ها وجود دارد؟ پاسخ این سوال کمی دشوار است. بر اساس پارادوکس فرمی که بیان می‌کند اگر تعداد تمدن‌های هوشمند به هزاران و میلیون‌ها عدد می‌رسد، پس چرا هیچ کدام از آنها نتوانستند تا به حال با ما ارتباط برقرار کنند قبل از اینکه ما با آنها ارتباط برقرار کنیم؟ پاسخ‌های زیادی تا به حال برای این پرسش مطرح شده است. ساده‌ترین پاسخ این بوده است که سفر بین ستاره‌ای بسیار دشوار است. سفر با سرعت نور به سیاره‌ای قابل سکونت دیگر می‌تواند به اندازه یک عمر یک شخص زمان ببرد. میلیون‌ها دنیای دیگه وجود داره که ما میتونیم باشون ارتباط برقرار کنیم، ولی برای سفر بین این ستاره ها و سیاره هایی که حیات دارن ممکنه یک عمر 100 سال 200 سال طول بکشه و برای همین شاید ما تا الان نتونستیم با موجودات دیگه توی این کیهان ارتباط برقرار کنیم، مثل همون این سری افسانه هایی که درباره کهکشان راه شیری میگن و کهکشان های دیگر که کهکشان راه شیری معروف ترینش. خیلی باله، برای همین میگم علم تا حالا انقدر جذاب نبود. بعد خوندن این کتاب شیفته نجوم میشه اصلا، و بهتون قول میدم که با خوندن این کتاب عاشق علم و جهان هستی میشی و با خوندن این یکی کتاب عاشق حیوونا و اینکه چطور خلق شدن میشی. و بخش بامزه این کتاب که یادم رفت بهتون بگم، دقیقا همین قسمت نهنگ قاتل کابوس کوسه. فکر کن نهنگ قاتل چیه که کوسه ازش میترسه. خیلی بالا، مثلا تصویرش نگاه کن چقدر بامزه است. یا مثلا این یکی، یا مثلا یه جایش هست اصلا تصویرهای بامزه‌ای نداره، واقعا بدن نور میشه. در آخر میخوام اینو بگم، اگه خودت به عنوان یه نوجوان میخوای نوجوانی خوبی داشته باشی، احترام کسب کنی، بهتره سراغ علم بری برای اون احترامی که میخوای به دست بیاری. یا بچه‌تون، خواهرتون، برادرتون یا هر کسی دیگه ای که دوست داشته این حس رو تجربه کنه یا کشف کنه، این کتاب ها عالیان براش، برای اینکه بتونه حس احترام رو کشف و پیدا کنه. این کتاب ها عالیان. اینم از این ویدیو. لایک و سابسکرایب یادتون نره، زنگوله هم حتما بزنید. خیلی دوستتون دارم. بای.